گرفتن به ساده ترین روش. وقتی میخوایم دو تا کسر رو با هم جمع کنیم باید مخرج مشترک بگیریم. برای گرفتن مخرج مشترک کافی هستش که مخرج اولی رو در صورت، مخرج دومی رو در مخرج بنویسیم. خب حالا سادهشون میکنیم. 16 تقسیم بر 8 میشه 2، 24 تقسیم بر 8 میشه 3. حالا میاییم به این صورت اولی رو در مخرج دومی ضرب میکنیم. 16 ضرب در 3 میشه 48. مخرج مشترک ما شد 48. 16 ضرب در چی شده 48 ضرب در 3. 3 هم ضرب در 3 میشه 9 به اضافه 24 ضرب در چی شده 48 ضرب در 2. یکم ضرب در 2 میکنیم میشه 2. جواب میشه 11 48. به همین راحتی. اینو شما به من بگین.